ناوی خدای مزنو دلوان آماده بوی تیجان گله بخیر بین سپاس بو آماده بینانگو هیواریانگو باش بید پیش همه تشته که سپاس بو خدای کوب دست موه اینا و اف در فته دامه هم پیچه بین و پروژانه جیبه جیب که اینو بخیند خدمت خلق کردستانی دا جه خوی از دست خوشیل و برهنه رو سرمایه دار و بلندر و کسایتیت پریز بکم که بجدار بینل سریخستنا و پروژه پیش اینو که وزگاه کهربی لیره هبی که پریز که احمد اسماعیل اف وزگاه چه کری بس مخابنی ول بر نبینا گازویل یا خود دیزل پیچه نبینه وکی پیدوی مفایلی ورگیرن پشت اینگی ما داخواست کرد که زیده کرنا غازا سرشتی پیچه بین بوریا غازه لکرمور حتی ایر بو هفلیری و حتی ایر را کشین دام پیچه بین بیویزگاه کهربی بدین شوله و ما داخواست لبرز کاک برای برز داخواست لیکر که بو موافق شوله بکن الکمپانیا کار اوانش براستی تقصیری نکر و کاک شیخباز دور خو گرات مدت سالونی وکی دا اف ارکب جی ایناو اف برگر را کشا اوه همت کبنت هاو برنامه چاکسازی و خدمتگزاریت حکمت حریم کردستان دادم پیچه بین زده تر مفایل سامان سرشتیت حریم کردستان ور بگرین و خدمتگزاری که زده تر پیشکش خلق کردستان بکن بر همینان آغازه پشتی که حکمت حریم و برهنان که زده تر تیدا کری و پشتیوان که زده تر کرید که کمپانیا داناغاز و کمپانیا دیش حتی کمپانیا کار که بر همه غازل کردستان زده بکن نو که وکی برای از که کمالش بحث کری بر همه غازه نو که گشتی دو برابری جاران و اوش ده هاروکاریه که یک جارا زده کد هم لای دابین کرنا کهربی بو حریم کردستان و بگره پشتی اینگی هم پیچه بین کردستان بکینه جهک بو کهربی دابیم کن بو همه عراقی و نافچه دورو بریش ما پی خوشه کردستان بجل هنده که کهربا 24 دم جمیری بو خود دابیم کد پیچه بین بی کهربی بدینه بشدیت عراقی و نافچهش لکه دیش و اف پروژه ده زیادتر هاروکاریه که بو جنگه که پاکشتر شو که برینو که دیزل، گازویل کاریگری هبیل سه پیس کرنا کشو هوایی بس گاز سرشتی به گمان ده بابت پیزبونا هواش ده تا چاره سر کرنا تا حد که زیادتر و ناحیه ناحیه درآمد بابتش یعنی شو درخسته که تیتب کارینان بو گاندن آغازه ده گلک کمتریش بیتن یعنی حتی ده تکلیف اول سهولاتیانش ده کمتر بیت ما پروژه دیش گلکیت هی یعنی بو هنده هم زیادتر پیچه بین غازل حریم کردستان زیادتر بر هم بینین اویش نوکه مثلا بو نمونه حتی راکشانا بو ریاد غازل بینا کرمور بو چمچمالا ویشه که برنامه دیت حکمت حریمی که اویش هیوی دارم وقتی که زودا بگته انجام حکمت حریمی و شوهی که گشتی اما دوری حریم کردستان ناحیه سرچاوید سرشتی جهه که دولمنده و هم غاز هم نفت و کانزال حریم کردستان زورن و اف سامان سرشتیش سامان هم خلق کردستانه نه ملک چه کسایه نه ملک چه حزبایه نه ملک چه لعنیت سیاسیه لازمه باشترین ری ام پیچه بین مفایل پانس سامان سرشتی ور بگیرین و جاره کادی بیخی نفت خدمت حوالاتیت کردستانه دا چوا نفت لیره تیتب کارینان بو همه
بشت هریما کردستانه همه باجر و پارزگاه هریما کردستانه هر جایی که غازش لبید به گمان با همه هریما کردستانه به فرق و جدای ده هدت کارینا بابت پروژه روناکی که پروژه 24 جمهوری کهربیه با همه کردستانه حتی حد که زور یک هفته کار نو که زیادتر 4 میلیون کسا مفایلی وارد گیرن سراسری کردستانه گلک باجر و سنترید باجرت مید مزن ید بیا کهربا 24 جمهوری و حتی سالا بیت همون کردستان انشالله دبیتا کهربا 24 جمهوری و بگمان اف پروژه که گلک استراتژی و گرنگه ده هاروکار بید بو زیده کرنا بر همه اینانا کهربی دا کو دیسانش بو آسانتر کرنا سر اخستنا پروژه کهربا 24 جمهوری ویش دیسان که بیتا کار ما پیخوش بیکو هم پیچه بین زیده تلویش هاروکاریا حکومت فدرال بکن بس ما بباشه حکومت فدرالش زیده تر هاروکاریا مبکد دا هم دست هاروکاری بگینی نه هم او جهت هاتیا وقتیان لحرما کردستانه و باجر دیشید که نزیکی منو لداهاتی بلکه پیچه بین زیده تر هاروکاریا حکومت فدرالیش بکن حکومت برنامه دیشه تایل پاشا روژه سود لوزا روژه ور بگیریم و وزارت کهربی برنامه ایتهبی بوندیم پیچه بین حتی وانش ولی بکن هاولاتی بخوب پیچه بین وزا روژه بخوب کار بینن طریقا بانقا دا قرضاب دین هاولاتی و پاشت دیگه حکومت بگن رکفتنی و میکانیزم که ببینن اویش كيفية خدمته هولاتيا دا هرچند برینو کش زحمت کا زور آستنگید زور رگیریت زور ید بومهات یه پیش کو نکن اف پروژه بسر کون بس شکر بو خوده ماندبین آنگو هم یا ام پیچه بین و پروژه نا جیب کینو او خونا زور کسا هیب کین راستی لرجی خود از سپاسیا وزارت کهربی وزارت سامان سرشتی و جناب وزیر و هم استافت وزارت بکم که پراستی وانش زحمت که زور کشا بونده اف پروژه بکنه راستی و سپاسیا تیما روناکیش بکم و اویش بردوام بینه بو سر خستنا پروژه روناکی اف پروژه ده بردوام بین هیویام اوام زیده تر پیچه بین خدمت خلق کردستان بکین جارکا دی دستخوشیا کاک شیخ باز کاک احمد اسماعیل کاک کمال همه برادر همه خوشکا و همه اف بلندرید کود بردوام بی و بجدار بیند سر خستنا و پروژه نداب کم ایویدارم حد سرکفتی بن و تندرست بن داخازا من لحاولاتیا جارکا دیش اوه جنگی خوب پارزن اف پروژه بشکل پاکش کرنا هوای کردستانه ولی هنگ دی پیچه بن گلک زیده تریش هاروکاریا مبکن لچند نحیاوه کهربی به سبب خسار نکن و جنگی هر جوره که هنگ پیچه بن بپارزن امیش پیچه بین زیده تر خدمت آنگو بکن جارکا دی هیویا تندرستی که باش بونگو همیاد خوازم کردستان هم انشالله ده هر یا ودان بید